أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك. در آیات گذشته بعد از اینکه سه تا از امور انتظامیه را که درباره قصاص و درباره وصیت بود خواندیم، بعد از اون موضوع صیام شروع شد که روزه و ماه مبارک رمضان و بعد یک امر دیگری سومی که مال هم دیگر را نخوریم. اینجا هست یسألونک عن الاهله، درباره ماه هست. مناسبت این آیه با آیات گذشته چی هست؟ عرض می کنم در لابلای این سؤال و جوابی که از آن حضرت صلی الله علیه و سلم شد مناسبت هم مشخص میشه. بعضی معتقدند که سؤال کردند از آن حضرت صلی الله علیه و سلم درباره اینکه چرا ماه اضافه و کم میشه، اما چون که این سؤال بیجایی بود، سؤال مفیدی نبود، جواب دادند الله عزوجل از فلسفه وجودی خود ماه. قل هی مواقیت للناس، اصلا ماه برای چی هست؟ و بعضی میفرمایند، حضرت شاه ولی الله رحمه الله میفرمایند که اصل سؤال از حج بود که آیا حج لازم هست در اشهر حج و در ایام حج باشد یا هر وقتی که ما بریم میتونیم حج بکنیم؟ جواب دادند که حج باید در ماهای حج باشد، چون که میآید در آیات آینده، چون که این ماه اضافه کم میشه به خاطر اینکه ایام را مشخص کند، روزها را مشخص کند، ماهها را مشخص بکند، اول ماه و آخر ماه مشخص بشه. اگر این سوال و جواب باشه بازم مناسبتش با آیات گذشته مشخص نیست. لذا شیخ رحمه الله می فرماید که این سوال در رابطه با روزه بود که آیا روزه حتما باید در ماه مبارک رمضان باشه موجب قرب میشه، یا اینکه هر کسی 30 روز روزه بگیرد هر وقت که شد موجب قرب میشه؟ کدوم یک؟ اینجا جواب دادند که باید در ماه مبارک رمضان باشه. اگر این سوال و جواب را بگیریم با ما قبل که بحث رمضان و روزه بود مناسبتش مشخص میشه که خدای عزوجل برای تاریخ و تعیین تاریخ دو چیز را معین فرموده. یکی خورشید هست، یکی ماه هست. یکی حساب شمسی هست و یکی حساب قمری هست. خورشید عرض به خدمت شما تاریخ شمسی را هر کسی نمیداند و هر کسی نمیتواند که تشخیص بده که از روی خود خورشید که امروز اول برجه یا وسط برجه یا آخر برجه. اما تاریخ ماه و تاریخ قمری چیزی هست که الله تعالی طوری نظامش را قرار داده
که هر کسی میفهمد اول ماه و وسط ماه و آخر ماه را، اول ماه خیلی ماه ضعیفه، باریکه، وسط ماه که بدر میشه و 14 میشه ماه کامل میشه، آخر ماه رفته رفته کوچکتر میشه. بعض وقت طلوع و غروب هم فرق میکنه بر اساس اول و آخر، که همه مردم با توجه به تجربیاتی که دارند، سواددار و بی سواد، هر کسی این را چی میکنه؟ تشخیص میده. به همین خاطر پس عباداتتون را طبق حساب ماه بگیرید، یعنی روزه را در همون ماهش بگیرید، حج را در همون ماهش انجام بدهید. پس این ماه برای همین است که مواقیت شما مشخص بشه، مواقیت عبادی بیشتر، مواقیت عبادی مشخص بشه، میقات عبادت شما، مثلا ماه رمضان شما، عید شما، عرض کنم حج شما، عید قربان شما. پس این بیشتر برای تعیین چی هست؟ مواقیت، یعنی اوقات عبادت است ماه. حال با توجه به اینکه در ممالک مختلف حساب قمری فرق می کند، تجربه ای که کسانی که عالم به این موضوع هستند دارند اینه که امکان داره که در یک منطقه ماه امشب مثلا خودش را نشون بده، شب اول بشه، یک منطقه 2 شب بعد، یک منطقه 1 شب بعد. گاهی اینطور شده در منطقه‌ای که موسوم به منطقه 1 هست، اون بلاد آمریکا و کانادا و اون مناطق، امکان داره که امشب ماه رویت بشه، منطقه 3 که پاکستان و هندوستان و مناطق شرقی باشد، امکان داره فردا شب، نه پس فردا شب، یعنی 2 شب تفاوت باشد بین منطقه 1 و 3. و منطقه 2 که در وسط است، بیشتر سرزمین حجاز و بلاد حرمین شریفین در این وسط هستند. پس با توجه به این تفاوت نمیشه، چون بعضی پیشنهاد میدن که تمام دنیا بالخصوص مسلمانان حساب خودشون را از رو ماه قمری بگیرن. ماه قمری برای عبادات است، برای اینکه بتوانیم که یک تاریخ معینی تعیین بکنیم این ممکن نیست. و بعضی میگن خب تاریخ را بذاریم از ولادت ماه. ولادت ماه مثلا همه در یک لحظه ای هست، الان خودش را نشون میده، در بعضی مناطق زودتر، در بعضی دیرتر، ولی ولادت ماه یکی. این چیز شرعی نیست. الان بعضی ها هستن که روزه را، عید را بر اساس ولادت میگیرند، این از شریعت ثابت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، نفرمود صوموا لولادته و افطروا لولادته. روزه بر اساس چی؟ رؤیتش باید باشه. پس عبادات ما اعم از روزه و حج و غیره بر اساس چی هست؟ رؤیت است، نه بر اساس ولادت است. خلاص این بحث ضمنی است که بنده عرض کردم. یسألونک عن الاهله، شما را سوال میکنند از اهله، از ماها که چرا گاهی کوچک گاهی بزرگ. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این ماه که کوچک و بزرگ میشه چون که برای میقات مردم است، برای یعنی تعیین وقت مردم، تعیین وقت عبادات مردم، مثل روزه و حج. خب اینجا یکی از رسومات جاهلیت را رد میفرماید. ببینید بعضی میگن که سوال نامناسب بود، چرا ماه گاهی کوچک گاهی کامل گاهی دوباره ناقص میشه. این سوال نکنید، همونطور که رسوماتی دارید، بعضی رسومات بیجا هستند. مثلا وقتی که اهل جاهلیت احرام میبستند برای حج و در حالت احرام میخواستن خونهشون بیاند، از در نمی آمدند، از پشت دیوار می آمدند. لذا میفرماید لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها،
این بر و نیکی نیست که خانه هایتون بیایید از پشت، ولکن البر من اتقى. اصل بر و نیکی اینه که انسان تقوا داشته باشه، از خدا بترسه. واتوا البیوت من ابوابها، خانه هایتون از درهایشون بیاد. واتقوا الله، این اصل الاصول، اصل از خدا بترسید، تقوا داشته باشید. لعلکم تفلحون، این ثمره تقواست، قطعا شما در دارین رستگار میشید. پس مهم تقواست و سوالات بیجا نباشد. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. بحث حج که از امور مصلح است میاد در لابلای مباحث، اما از اینجا بعد از سه تا از امور انتظامیه که عرض کردم مقدمه جهاد بودند، از اینجا موضوع جهاد شروع میشه. در رابطه با جهاد الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما در راه الله بجنگید با اونهایی که با شما می جنگند. اونهایی که با شما می جنگند معنیش چیه؟ اگر کسی نجنگید نجنگیم. یک مفهوم این میتونه باشه که یعنی هر کافری که با ما میخواست بجنگه با اونها بجنگه. اگر کسی میخواست صلح بکنه، قرارداد ببنده، با اونها نمی جنگیم تا زمانی که اونها اراده جنگ داشته نباشه، ما اراده جنگ نداریم. و یک مفهوم دیگه که حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله میفرماید اونهایی که صلاحیت جنگ دارند و میتونن بجنگه، شما با اونها بجنگید. مثلا مردان جنگیشون را بزنید، بکشید. کسی که نمیاد در مقابل شما، مثل زن، مثل پیرمرد، پیرزن، بچه کوچولو، شما با اونها نجنگید، یعنی اونها را نزنید. چنانچه میفرماید علامه ابن جریر که لا تقاتل، بله این دستور حضرت عمر ابن عبدالعزیز است، لا تقاتل من لا یقاتلک، یعنی النساء والصبیان والرهبان. کسی که با تو نمی جنگد تو هم با اون نجنگ. یه مفهومش این میشه. اما اون چیزی که به عنوان شأن و نزول و داستانی حول این آیه ذکر شده، اگر اون را بفهمیم و بگیم بهتر آیه را میفهمیم. عرض به خدمت شما که شما در سوره مبارکه فتح جریان حدیبیه را خواندید که در سال 6 هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد عمره داشتند، رفتند، عمره نشد، معاهده بستند برای سال آینده، سال 7 بیایید عمره بکنید و برگردید، اسلحه چیزی با شما نباشد. خب بر اساس اون معاهده گرچه صحابه ناراحت شدن، سوره فتح نازل شد، سال 7 آمدند. این آیه در رابطه با اون سال 7 صحابه دغدغه داشتند، آمدند تقریبا 8 میل یا میل مونده بود به مکه مکرمه، یه جایی اونجا اسلحه خودشون را گذاشتند. فقط 200 نفر از صحابه به عنوان محافظ برای این معتمرین تعیین شدند که از اینها محافظت بکنن، کسی به اینها حمله نکنه. دیگه اینها اجازه نداشتن با خود اسلحه بردارند. خب حال دغدغه این بود که اگر با ما بجنگند چی کار بکنیم؟ اونجا سرزمین حرم است، آیا تو حرم میشه جنگ کرد؟ یکی بحث حرم بود، یکی ماه حرم بود، ماه هم ذی‌قعده بود. الله عزوجل دستور دادند که هر کسی با شما جنگید شما هم با او بجنگید، نجنگیدن شما نجنگید. و دیگه الشهر الحرام و بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام. اگر اونها احترام گذاشتن شما هم احترام بگذارید. و الحرمات قصاص، معنیش همینه که احترام گذاشتن باید به صورت برابر باشه. اگر اونها احترام گذاشتن شما هم احترام، اگر نگذاشتن شما مجبورید از خودتون دفاع بکنید. لذا این آیات دغدغه صحابه را چی کرد؟ مرتفع. الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما بجنگید در راه الله، یعنی درباره دین خدا و توحید خدا کسانی را که با شما می جنگند.
ولا تعتدوا، شما تعدی نکنید، شما پیش دستی نکنید، شما آغاز نکنید جنگ را در اون بلاد حرم. این علت ان الله لا يحب المعتدین، خداوند معتدین و متجاوزین را دوست ندارد، ای متجاوزین عن الحدود. و اگر با شما جنگیدن پروا نکنی، هر جا دیدید بزنید. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، آنان را بکشید هر جا که یافتید. ثقفتموهم ای وجدتموهم، هر جا که یافتید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، آنها را بیرون کنید از هر جایی که شما را بیرون کردن. حیث سه معنا میتونه داشته باشه، مفسرین ذکر کردن. یکی حیث به معنی ظرف، ظرفیت، یعنی شما بیرون کنی از هر جایی که شما را بیرون کرده. اونا از کجا شما را بیرون کردن؟ از مکه. شما بیرونشون کنید اگر جنگیدن. دومی که حیث تشبیه است، گاهی به معنی چی؟ تشبیه هم میآید، یعنی اخرجو من حیث اخرجوکم ای کما اخرجوکم، همانطور که اونا شما را بیرون کردن شما هم بیرونشون بکنید. و سوم حیث تعلیلیه میاد، به معنی علت، بیرونش کنید به دلیل اینکه شما را بیرون کردند. والفتنه اشد من القتل، فتنه از قتل شدیدتر است. فتنه یعنی چه؟ بعضی گفتن فتنه یعنی شرک، ولی فتنه را به معنی مطلق شرک نکنی. خیلی ها بودند در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شرک داشتند، پیغمبر با اونها نجنگید، مشرک بودند. فتنه را تفسیر کردند شیخ ما، مشایخ و اساتید ما، به معنی غلبه شرک. والفتنه اشد من، غلبه شرک، یعنی اونها بیاند و چی بکنند؟ غلبه بکنند، مردم را به شرک وادار بکنند و تبلیغ شرک بکنند، جلوی اسلام و جلوی توحید را بگیرند. این از قتل بدتره، اون وقت بکشید. پس هر وقتی که فتنه باشد ما باید بجنگیم با کفار. والفتنه غلبه شرک اشد من القتل، از قتل بدتر است. بعضی البته این آیات را شأن نزول دیگه گفتن. برای آیات میتونه یک آیه در موردهای مختلفی نازل بشه. صحابه مشغول درگیری بودن در یکی از جبهه ها با مشرکین، تا اینکه آخر جمادی الثانی، روز آخر جمادی الثانی بود، خود بعد از جمادی الثانی رجب است. ماه رجب حلول کرده بود، صحابه خبر نداشتن امشب شب اول رجب است. یک حضرمی اونجا کشته شد از قبیله بنو حضرم و بعدا صحابه نگران شده. اونا گفتن شما عجب احترام ماه حرام دارید، خودتون را مسلمان هم میدونید، دیندار هم میدونید. برای صحابه سخت گذشت. الله فرمود والفتنه اشد من القتل، فتنه یعنی شرک و غلبه شرک از قتل بدتره، شما کارتون بدتر از اینه. ای شرکهم بالله، الله مندلوسی اینجا نوشته شرکهم بالله اشد حراما من القتل الذي عيروكم في شأن الحضرمی، یعنی شرک اونها از نظر حرمت بدتر است از اون قتلی که شما را عار میدن درباره اون کشتن حضرمی. لذا الله می فرماد والفتنه اشد من القتل. خب خدایا ما که به عمره بریم اونجا کنار مسجد حرام با ما بجنگن چیکار بکنیم؟ الله می فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما با آنها نجنگید نزد مسجد حرام، در حرم منظور است، حتی که آنها با شما بجنگن در آن. اونا که جنگیدن اون وقت جهاد شما دفاعی میشه، دفاع در حدود حرم اشکال نداره. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر آنها با شما جنگیدن شما هم بجنگید، دست نبندید دیگه. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، این گونه هست جزای کافرین. اما فَإِنْ انتهوا، اگر باز آمدن از چی؟ از شرک و از قتال. از شرک و از قتال. ببینید با کفار در چه صورتی نمی جنگیم؟ چند صورت هستند.
یکی این که امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله بگویند. دوم این که کفار با ما نجنگند، با ما نجنگند، یعنی اونها با ما معاهده داشته باشن، صلح داشته باشن، قرارداد داشته باشن. فقط لا اله الا الله نیست. بعضی میگن که اسلام دین خشونت و دین جبر است. اگر لا اله الا الله گفتن با اونها نمی جنگن، اگر لا اله الا الله نگفتن با اونها می جنگن. نه خیر، لا اله الا الله یکی از موارده. 3 صورت هست که جنگ تعطیل میشه. یکی از اونها لا اله الا الله. دوم این که معاهده و صلح. معاهده و صلح معنیش اینه کفار قبول میکنن که بر ما تعدی نکنن، به ما از اونها آسیبی نرسد، تجاوز نکنن. تجاوز نکنن ما هم نمیکنیم، ما هم نمی جنگیم. و سوم تسلیم شدن و فدیه دادن. اینها را اگر داشته باشند نمی جنگیم. اینجا یکی از اونها ذکر شده. در کسی میخواهد که فلسفه جهاد و حکمت جهاد و فواید و منافع جهاد را ببیند، همه آیات را و احادیث را نگاه بکنه. یکی حتی یسلمو، تسلیم بشن. یکی حتی یقولوا لا اله الا الله. یکی دیگه فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. یعنی اگر معاهده داشتید، معاهده هم ما را نمیذاره بجنگیم، تسلیم اونها هم ما را نمیذاره بجنگیم، و لا اله الا الله هم ما را نمیذاره بجنگیم. پس تنها به زور مسلمان کردن نیست که بعضی میگن اسلام به زور شمشیر به پیش رفت. الله میفرماید که وقاتلوهم فان انتهوا، ان انتهوا ای عن الشرك والقتال، یا از شرک باز آمدن او القتال، یا جنگ نکردن. فإن الله غفور رحیم، همانا خدای عزوجل غفور رحیم است، بخشنده مهربان، بالخصوص وقتی که اونها مسلمان بشن از شرک باز بیان. وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه، این یک مورد دیگره. با اونها بجنگی حتی که فتنه ای نباشه. لا تكون یعنی لا تبقى. فتنه را چی تفسیر کردم؟ غلبه شرک. شرک و غلبه شرک نباشد که هرچی اونا میخواهند اسبشون را بتازانند، بر مسلمان ها هر ظلمی بکنن. نه، باید جلوی اینها را گرفت. این زمان نه تنها جهاد دفاعی بلکه جهاد اقدامی لازمه. ما باید اقدام بکنیم، جلوی پیشروی کفر و شرک و ظلم را باید بگیریم. بله، الله می فرماید وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله. با اونها بجنگید حتی که باقی نماند غلبه شرک و دین الله باشد. یعنی و یکون الدین یعنی غلبه دین منظور است، غلبه دین خدا بشه. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. اگر اونا باز آمدند از زیاده روی، از فتنه، از شرک، پس عدوان و تعدی نیست مگر بر کسانی که ظالم هستند. اینجا هم آیه به ما میگه که کسی که ظلم میکنه، تعدی میکنه، با او. و اگر اونها در ماه حرام میخواستند اقدامی بکنند، شما هم نگران نباشید. الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه حرام 4 تا هستند: رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. این ماه حرام هم برای شماست هم برای اونهاست. ماه حرام در مقابل ماه حرام. و الحرمات قصاص، و احترام گذاشتن باید بر اساس برابری باشد، یعنی احترام از دو طرف باشه، نه که یک طرف احترام نمیذاره شما بذارید. فمن اعتدى علیکم، هر کسی تعدی کرد بر شما، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، شما هم تعدی بکنید. منظور انتقام تعدی را بگیرید مثل آنچه که بر شما تعدی کرده. واتقوا الله، سبحان الله، چه دین پاکی هست و چه دین جامعی هست.
اخلاق و همه چیز رعایت شده. حتی در این دین حقوق دشمن هم رعایت شده. واقعا بی انصافند یا بی خبرند اونهایی که میگن در اسلام ظلم هست و اسلام دین تندی و تندروی و خشونت است. ببین اینجا ما را دستور دادن تقوا بکنید. اینجا این تقوایی هست که باید نسبت به دشمنان خودمون ما رعایت بکنیم. یعنی ای مسلمان درباره دشمن و برخورد با دشمن از خدا بترس، از خدا بترس. اونجا اگر بالادست بودی غالب بودی باز هم از خدا بترس. او اگر تعدی کرد تو تعدی کن. واتقوا الله. و الله عزوجل نسخه تقوا را فرموده. این نسخه عمل است. نسخه تقوا واعلموا ان الله مع المتقین. و یقینا بدانید که الله معیتش همراهیش با متقین است. چطور الله همراه متقین است؟ بالنصر والاعانه، یعنی یاری میکند و کمک میکند کسی که تقوا را. پس ببین اگر دشمن تجاوز نکرد ما دنبال بهانه باشیم و تجاوز بکنیم، حریم را بشکنیم، قرارداد را بشکنیم، این در واقع چی هست؟ تعدی هست. در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه با رومی ها معاهده صلح داشتند که تا 1 ماه جنگ نیست، آتش بس. خب تا 1 ماه آتش بس بود، اما بعد از اون مسلمانان یک زرنگی به خرج دادن که قبل از این که اون معاهده تمام بشه جلوتر رفت همون مرزهایی که بین مسلمانان و بین رومی ها بود، اون مرزها آماده باش شدند که همین که وقت تمام شد و اون معاهده تمام شد دیگه حمله بکنند، دشمن را غافلگیر بکنند. اونجا رفتن مرزها آماده باش، اسب و تمام تجهیزات جنگی. به محض اینکه ماه تمام شد حمله به طرف دشمن داشتن پیشروی میکردند. یکی از صحابه متوجه شد که مسلمانان زرنگی کردند، حتی بسیاری از بلاد را داشتن فتح میکردند و به پیش میرفتند. این صحابی با اسب خودش، الان اسم صحابی از ذهنم رفته، سوار شد و هی میدوید دنبال اینها تا اینکه به اون مقدمت الجیش رسید. الی عباد الله، بندگان خدا بیایید. اون مجاهدین داشتن پیشروی میکردن. گفت برگردید. برگشتن. چه خبره؟ گفت این خیانته. گفتم وقت تمام شد. وقت تمام شد، دشمن را غافلگیر کردی. او نمیدونست شما اینطور حمله میکنی، حمله میکنی مثل مرد. شما بالاخره قبل از اینکه معاهده تمام بشه شما آمادگیتون را در همون معاهده کردید، شما سنگر گرفتید، شما تمام آمادگیتون را کردید. اسلام به ما این تعلیم را نداده. لذا دستور داد که صحابی بود، دلایل را ذکر کرد، قابل احترام هم بود، برگرده به مرزهای قبل از حمله. همه ناراحت شدن، این همه پیشروی کردی. بالاخره برگشتن به همون مرزهای 2-3 روز پیش. مردم رومی و مردم مسیحی این وضعیت را تماشاگر بودند. دیدند سبحان الله، اینا چه انسانهای، چقدر اینها اصولی هستند، چقدر تقوا را رعایت می کنند. همین رعایت بر تقوا سبب ایمان اونها شد. همه اون خطه‌ای که اینها فتح کرده بودن همه مسلمان شدند. گفتن اینقدر اینها از خدایشون میترسند و اینقدر رعایت میکنند شرایط را. پس تقوا خیلی لازم است، حتی در جهاد. الله میفرماید واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین و انفقوا فی سبیل الله. لازمه جهاد انفاق است. عرض کردم بعد از این موضوع جهاد و انفاق شروع میشه. جهاد که میخوای بکنی مال میخواد. الله میفرماید و انفقوا فی سبیل الله،
خرج کنید مالتان را در راه الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و خودتون را به هلاکت نیندازید. با دستهای خودتون خودکشی نکنید، خودتون را به هلاکت نیندازید. به هلاکت انداختن با دو صورت میشه. بحث جهاد و انفاق است. یکی به ترک الغزو، علامه آلوسی نوشته جهاد را ترک کردی خودکشیه، دشمن میاد به سرت. و یکی که انفاق نکردی هم خودکشیه. مجاهد با چی بجنگه؟ با چه قدرتی بتونه دفاع بکنه؟ پس نه جهاد را ترک بکن و نه انفاق را اگر ترک کردی این خودکشی هست. و احسنوا الله عز وجل می فرماید که اخلاص داشته باشید. اصل در هر چیز اخلاص. احسان را وقتی که در باب الله باشد، در مقابل الله باشد، اخلاص تفسیر می کنیم، یعنی خالص برای خدا انجام بده. ان الله یحب المحسنین، بدون شک خدای عزوجل مخلصین را دوست دارد. این محسنین بالنفقه فی سبیل الله، این اخلاص برای خرج کردن، برای ریا نباشه، برای الله باشه. و اتم الحج والعمره لله. در میان بحث جهاد و انفاق موضوع دیگه میاد، موضوع حج. این ضمن که از امور مصلح است، اما حج از احکامی هست که هم مجاهده میخواد و هم خرج کردن مال. لذا وقتی که حج انجام بدی تقویت میشی، توفیقت بر جهاد زیاد میشه. لذا الله میفرماید حج و عمره را تکمیل بکنید برای الله. یعنی چه؟ یعنی ادوهما تامین بشرائطهما و فرائضهما، هر دو را با شرایط و فرائضش ادا کن کامل. اگر جلوی شما را گرفتم مثل حدیبیه، فان احصرتم فما استیسر من الهدی، بعضی گفتن این در رابطه با حدیبیه هم هست. پس اون چی که میسر شد از هدی بفرستید، هدی کشته بشه، قربانی کشته بشه، شما خودتون را حلال کنید. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. الله میفرماید سرهای خودتون را نتراشید تا اینکه هدی به محلش، یعنی اون جایی که ذبح میشه، به کشتارگاهش به اونجا برسه. محل هدی حرم است، در حرم باید کشته بشه. اما فمن کان منکم مریضا، بعضی از عذرها را الله ذکر میفرماید. هر کسی مریض بود، او به اذى من رأسه، یا در سرش مشکلی بود، اذیت و آزاری بود، سرش مثلا حشره داشت، سرش زخم داشت، ففدیه من صیام، پس او فدیه بده. فدیه یعنی بر او فدیه هست، فعلیه فدیتون من صیام. فدیهش چی هست؟ من بیان فدیه هست، یعنی 3 روز روزه. من صیام، صیام ای 3 ایام. کسی اگر سرش را حلق کرد، تراشید. او صدقه، یا صدقه بر 6 مسکین به اندازه 3 روزه میشه. او نسکن، یا قربانی، یعنی هر کسی مجبور شد جلوتر سرش را بتراشه، یکی از این 3 کار بکنه. 3 روز روزه بگیره، 6 مسکین را طعام بده، یا قربانی بکشه. فاذا امنتم، این در صورت احصار است. اما وقتی که ایمن شدید، یعنی خطر رفع شد، جلوی شما را نگرفتن، گذاشتن، خب رفتید به حج. الان حج چند صورت داره. اینجا الله عزوجل صورت تمتعش را فرموده. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدی. قبل از اینکه این آیه را بفهمید، خدمت شما اقسام حج را ذکر می کنم. حج 3 قسم است. یکی حج افراد، دوم حج تمتع، سوم حج قران. حج افراد این هست که انسان
در اون حج فقط حج میکنه در اون سفر، یعنی از اول نیت حج میکنه و عمره نمیکنه تا آخر همون حج. لذا اول میره طواف قدوم میکنه، طواف قدوم یا طواف تحیه، مثل تحیت المسجد است، تازه میری مسجد 2 رکعت تحیت المسجد میخوانی، تازه میری طواف میکنی، نه به نیت عمره، به نیت تحیه. بعد از اون حج انجام میده، خودش را حلال میکنه. خب بر این قربانی نیست، هدی نیست، چون که در کنار حج حسن استفاده نکرد، عمره با همراهش نکرد. اهل مکه همین کار را میکنن. 2 نوع دیگر که عرض میکنم، اهل مکه نمیتونه تمتع بکنه، نمیتونه قران بکنه، اون فقط حج افراد میکنه. از کسانی که از آفاق، از جای دیگه میرند، هم میتونه حج افراد بکنه. امام مالک رحمه الله میگه این افضل است، بهتره که در ماه حج فقط حج بکنید، عمره نکنید، برای عمره یک سفر مستقل بروید. دومی حج تمتع. تمتع معنی لفظیش است بهره گرفتن، استفاده کردن. یعنی از این سفری که برای حج میری بهره میگیری، استفاده میکنی، حسن استفاده، در کنارش سفر عمره هم میکنی. باید برای عمره جداگانه میامدی، ولی عمره هم میکنی. صورتش اینه که اول میری به توفیق الله، اول که رفتی چی میکنی؟ عمرت را انجام میدی، نیت هم عمره میکنی، احرام هم برای عمره میبندی. میری اللهم انی اريد العمره، هیچ بحث حج نیست، خدای من عمره میخوام بکنم. میری عمره میکنی، از عمره که تمام شدی خودت را حلال میکنی، یعنی آزاد میکنی، از احرام خارج میشی، سرت را میتراشی و میری میشینی. در این فاصله در وسط هر چی که توفیق از عبادات نفلی داشتی، عرض کنم که مثل طواف، مثل نماز، مثل تلاوت، مثل عمره انجام میدی، تا اینکه ایام احرام حج که 8 ذی حجه باشد به منی می روند. لذا در اون روز احرام مجدد از تو هتل، از داخل خود مکه برای حج می بندی، می روی، بعدا احکام و مناسک حج را انجام میدی، منی میری، عرض کنم عرفات میری، مزدلفه میری، دوباره منی میایی، بعد قربانی میکشی، طواف زیارت میکنی الی آخره. پس اینجا حج تمام شد. حج تمام شد، قربانی واجب است، به خاطر اینکه هم عمره و هم حج 2 تا را انجام دادی در یک سفر. این شکرانهش یک دم است، یک خون است. اینجا همین فرموده. و یک صورت سوم اینه که از همین الان که احرام میبندی برای هر 2 احرام میبندی. این تمتع از نظر امام شافعی رحمه الله افضل تر است، همین که عرضش کردم. سومی قران است. قران اینه که متصل میکنی حج عمره را با هم. چطور با هم؟ برای هر 2 یک احرام میبندی. از همین جا از میقات که احرام میبندی میگه خدایا من اراده عمره و حج دارم، اراده عمره و حج دارم، هر 2 را آسان بگردن، هر 2 را قبول بگردن. از اینجا که تشریف میبری، از نظر احناف اول طواف قدوم میکنی، از نظر ائمه 3 تا امام دیگه نه، اول عمره میکنی. از نظر احناف اول طواف قدوم میکنی که سنته. طواف قدوم کردی، بعد از اون عمره میکنی. عمرت که تمام شد، یک طواف کردی با 7 شوط، عرض کنم یک عمره، سعی بین صفا مروه کردی. بعد همینطور در احرام میمانی، خودت را حلال نمی کنی تا اینکه با همین احرام در روز 8 میری به طرف منی، احکام حج را انجام میدی. تمام که شدی 10، اینجا هم یک دم واجبه، قربانی واجبه، به دلیل اینکه در این یک سفر هم
هر دوتا را انجام دادی، هم حج هم عمره، شکرانه میخواد. از نظر امام ابو حنیفه این افضل تر است، گرچه خیلی مشکله. اول عمره انجام بده، بعدا بشین در همون احرام، در احرام ماندن و ممنوعات احرام و محظورات احرام را رعایت کردن خیلی سخته. چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همون یک حج کرده، حجت الوداع، به همین صورت انجام دادند. ولی به بقیه صحابه گفتن شما که با خودتون هدی قربانی نیاوردید، شما بعد از عمره خودتون را حلال بکنید. بالاخره الان تمتع به معنای لغوی هست. فمن تمتع یعنی کسی بهره بگیرد از عمره. یعنی چی؟ یعنی از سفر حج برای انجام عمره بهره بگیرد. این هم در صورت تمتع میشه، هم در صورت قران میشه. بله، الی الحج به حج برای او چی هست؟ برای او دم است، دم شکرانه. فما استیسر من الهدی، اون چی که میسر شد برایش از هدی و قربانی. اما آدم فقیری است ندارد، جایگزینش روزه هست. الله آسان فرموده فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج. هر کسی نیافت روزه گرفتن 3 روز در ایام حج، و 7 اذا رجعتم، و 7 روز دیگه وقتی که برگشتید یعنی بعد از حج. تلک 10 کامله، این 10 روز کامل. الله می فرماید این حج و عمره را که با هم جمع می کنید، ای الجمع بین الحج والعمره، ذالک ای الحج بین جمع بین الحج والعمره لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. برای کسی که اهلش حاضر مسجد حرام نیست، یعنی ساکن مسجد حرام نیست. منظور از ساکن مسجد حرام ساکن حرم و ساکن داخل میقات، این برای اونهاست که نباشد، یعنی آفاقی از اطراف باشد. این کسی که داخل مسجد حرام، داخل حرم، داخل میقات زندگی میکنه، حکمش اینه که این فقط حج افراد انجام میده، این دیگه تمتع قران نمیتونه. واتقوا الله، این نسخه عمل است. از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید، نسخه تقوا. واعلموا ان الله شدید العقاب، بدونید خدا سخت عذاب میده کسانی که متخلف باشن. خب حج، همون سوال که آیا فقط در ماها باید انجام بدیم یا همیشه میشه حج انجام بدیم؟ الله میفرماید الحج اشهر معلومات. حج در ماهای معلوم، یعنی وقت حج ماهای مشخصی دارد. در اون ماها هر کسی که احرام بست ممنوعات حج را در نظر بگیرد. ممنوعات حج چی هستند؟ محظورات حج چی هستند؟ فمن فرض فیهن الحج، هر کسی که لازم کرد، فرض الزم علی نفسه، بر خودش لازم کرد در آن ماه حج را، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 فریضه. اول رفث یعنی جماع کردن، همخوابی. بعضی گفتن نه، رفث اون صحبت هایی که منجر به جماع میشه، یعنی صحبت های خاصی که بین مرد و زن هست، اون حرفا را حتی نزنه، اینقدر تقوا و احتیاط. ولا فسوق و بقیه معاصی، گناه. حج آمدی که عبادت بکنی، گناه ممنوع. ولا جدال فی الحج، جدال هم در حج نیست، درگیر شدن با رفقا، با خدمه، با رئیس کاروان، با عرض کنم که صاحب ماشین، راننده اتوبوس. متاسفانه خیلی آدم در این سفر حج حوصلش سر میره، یه امتحان بزرگی هست، هی جنگ میکنه، هی درگیر میشه. نه، حج مقبول اینه که ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه گناه به نامحرم نگاه نکنه، اونجا یه فیلم مبتذل نگاه نکنه، و بالخصوص عرض کنم که درگیر نشه. ولا جدال فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، فقط کار نیک، طاعت، عبادت، ذکر، تلاوت، عرض کنم که طواف، تشویق به اعمال است. الله می فرماید و ما تفعلوا، هر خیری انجام میدی
چه صدقه میده، خرمای میده، یعلمه الله، الله اونها را میداند. لذا این فریضه چهارم هست، یعنی کار خوب بکنید، کار نیک بکنید. سه تا سلبی بودند، فلا رفث، رفث جماع و حرف جماع نباشد، ولا فسوق گناه نباشد، دو ولا جدال فی الحج جنگ و درگیری نباشد، سه و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله همش کار خیر باشد، نیکی، طاعت، عبادت، صدقه. چهار، پنجم و تزودوا، تزودوا اینم دستور حجابی هست، یعنی با خودتون زاد و توشه بردارید، خوراک و خرج سفرتون را بردارید، اونجا نباشه که گدایی بکنی. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه تقوا و پرهیزگاری هست. انسان دست گدایی به طرف این اون بلند نکنه، دست حاجت. بعضی از اهل یمن بودند میگفتم ما متوکل هستیم، ما به خدا توکل داریم. اونجا وقتی گرسنه میشدن به همراهان میگفتن شما تکنانی ندارید. لذا بهترین تقوا اینه که انسان چی؟ انسان پرهیزگار بشه، انسان از کسی نخواد. استغنا خیلی نعمت بزرگی هست. واتقون یا اولی الالباب، ای عقلمندان از من بترسید. الله میفرماید بنویسی پایینش در تعمیل احکام، در بجا آوردن احکام خدا، فقط از خدا بترسید. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بیان اباحت تجارت در حج. حج چون که یک سفر عبادی هست، حج یک سفر عبادی هست. بعضی فکر میکنن تو این حج هیچ کاری که به نفع ما باشه از نظر مادی جایز نیست. بعضی اینطور خشک فکر میکنند. شما مثلا با ماشینتون تشریف میبرید، تو راه 3 نفر میگن ما را هم ببر، کرایت میدیم، پول بنزینت میدیم. خب میبری اونها را با خودت، اشکال نداره. کسی به خاطر هزینه سفرش از اینجا یه چیزی میبره اونجا میفروشه، هدفش تجارت نیست، هدفش حجه، ضمناً تجارتی میکنه. زعفران میبره مثلا اونجا، میگه میفروشم، منفعتی این کرایه هم و هزینه هم کلش در میاد، اشکالی نداره. هیچ در سفر حج خللی هم پیدا نمیشه. لذا الله عزوجل میفرماید لیس علیکم جناح، بر شما گناهی نیست، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اینکه بطلبید فضل پروردگارتون را. فضل پروردگار با چی بنویسید؟ به تجارت فی سفر الحج، فضل خدا با تجارت در سفر حج. امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نوشته فضلا من ربکم و هو الربح والنفع بالتجارت والکراء، فایده و نفعی را میگن که با تجارت و با کرایه کشی شما انجام میدید. هدفتون کرایه کشی نیست، هدفتون رفتن به حج ولی ضمناً کرایه کشی میکنید، هیچ اشکالی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اینجا بیان وقوف مزدلفه است در اون شب 10 بعد از ظهر 9 از عرفات که انسان برمیگرده. وقوف در مزدلفه و بیتوته در اون شب در مزدلفه چی هست؟ اون واجب است. لذا الله می فرماید فاذا افضتم من عرفات، زمانی که شما برمیگردید از عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الله را یاد کنید نزد مشعر حرام. کوهی هست در مزدلفه، مشعر حرام اسم این کوه هست. لذا اون کوه و اطراف اون کوه که مزدلفه باشد الله را یاد کنید.
واذکروه کما هداکم، الله را یاد کنی همان گونه که شما را راهنمایی کرده، یعنی کما علمکم، نه مثل یاد کردن جاهلیت. در زمان جاهلیت افتخار بر آبا و اجداد بود، اونطور نباشد. و این کنتم من قبله لمن الضالین، گرچه قبل از این از ضالین بودید، گمراهان، بیخبر، ناآگاه. الان الله به شما یاد داده چطور رب را تعریف کنید، رب را چطور تمجید بکنید. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد. امثال این ذکر کردن رب و یاد کردن رب. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پس برگردید از آن جایی که مردم برمیگردند. این مطلبی خدمت شما عرض بکنم که الله نصیب بگرداند همه من و شما را این سفر معنوی را. وقتی که شما تشریف ببرید از مکه به طرف منا، اول منا میاد که الان اصلا تو شهر مکه واقع شده، ساختمان های مکه از اطراف منا اون طرف تر رفتن. از مکه برید منا هست، بعد از منا مزدلفه هست. منا و مزدلفه اینا هر دو جزء حرم هستن. حرم یک حدودی داره، حدوداً چند کیلومتره، اینا جزء حرم هستن. بعد از مزدلفه عرفات هست، میدان عرفات. عرفات خارج از حدود حرم است، جزء حرم نیست. خب اصل اینه که باید بریم منا، از منا میریم به طرف عرفات و از در عرفات میایم مزدلفه. یعنی از حرم خارج میشیم، اونجا وقوف میکنیم. روز نهم الحج و عرفه رسول الله فرمودند، حج عرفه هست، یعنی یکی از فرائض و ارکان مهم حج وقوف به عرفه هست. خب بعد از عرفات که تمام شدیم، فاذا افضتم من عرفات، میایم به مزدلفه، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، یعنی دوباره وارد حرم میشیم. اهل مکه، قریشی ها و یک گروهی که خودشون را حمص میگفتند، یعنی اینها ساکنان حرم بودند، اینا میگفتند که ما به عرفات نمیریم چون ما ساکنان حرمی، ما نباید از حرم خارج بشیم. لذا در زمان جاهلیت، این بحث جاهلیته، در زمان جاهلیت مردم دیگه می آمدن حج می کردن، می رفتند عرفات، میدان عرفات. اهل مکه، قریش یا اهل حمص، کسانی که خودشون را حمص می نامیدند، اینها خارج نمی شدند. این یک رسمی بود. الله عزوجل می فرماید بقیه مردم کجا میرند و بر میگردند؟ از کجا؟ یعنی از عرفات. شما هم بری عرفات، باشه از حرم خارج بشید. پس عن عایشه حدیثی است در این رابطه علامه آلوسی نقل کرده. عایشه رضی الله عنها میفرماید کانت قریش و من دان دینها، قریشی ها و هر کسی که بر دین و آیین قریش بود، یقفون بالمزدلفه، وقوف میکردن مزدلفه. به کجا؟ به عرفات نمی رفتن. و کانوا یسمون الحمص، خودشون را حمص میگفتن. و کانت سائر العرب یقفون بعرفات، بقیه عرب ها عرفات می رفتن. لذا در این آیه خداوند اونها را تفهیم فرموده که شما الان برین به عرفات. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بروید و برگردید از زمان جایی که بقیه مردم برمیگردن، یعنی میره عرفات و برمیگردن، شما همونجا برید. و استغفر الله، و درباره کوتاهی های گذشته از الله معذرت خواهی بکنید، معافی بطلبید. ان الله غفور رحیم، بدون شک الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب بعد از اینکه حاجی میره وقوف به عرفات میکنه، از عرفات برمیگرده، کجا میاد؟ میاد شب مزدلفه میمانه. شب که مزدلفه ماند، صبح زود میاد به طرف منا. اینجا منا جمرات را میزنه، قربانیش را میکشه، بعدا در منا 3 روز میمانه. این 3 روز در منا که میماندند،
مناسک خاصی نبود، احکام خاصی نبود، اعمال خاصی نبود، بیکار بودند. لذا عرب ها در دوران جاهلیت می نشستند و پدران خودشون را تعریف میکرد. اون میگفت پدر من 10 تا را کشت، دیگری میگفت پدر من 50 تا را کشت. هر یکی از آبا و اجداد و اقوام و قبایل خودشون تعریف میکردند از حماسه های اونها، از جاهلیت و جنگ ها و خونریزی های اونها. الله میفرماید فاذا قضیتم مناسککم، زمانی که انجام دادید مناسک حجتون را، یعنی بعد از منا، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، الله را یاد کنید همان گونه که یاد می کردید پدرانتان را، او اشد ذکرا، یا بیشتر از آن. ببین انسان پدر و جدش را چطور با یک آب و تابی تعریف میکنه، الله را این گونه تعریف کنید، الله را ذکر کنید، الله را تسبیح بگویید. و باز اونجا وقت محل دعا هست، محل اجابت دعا هست. الله می فرماید فمن الناس من یقول ربنا، بعضی از مردم اونهایی هستند که میگویند ربنا آتنا، خدایا به ما بده فی الدنیا، در دنیا، و ما له فی الاخرة من خلاق. نتیجه این دعا چیه؟ نیست برای این انسان در آخرت هیچ سهمی. خلاق یعنی هیچ نصیبی. چرا؟ چون این اعتقاد به آخرت نداره. اینا مشرکین بودند، اعتقاد به آخرت نداشتند. اینجا فقط برای دنیایشون دعا میکردن. چنانچه ابن عباس میفرماید چه دعاهایی میکردن. توجه داشته باشید. عن ابن عباس رضی الله عنهما، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است ان المشرکین كانوا یقولون اذا وقفوا، مشرکین هرگاه که اونجا وقوف میکردن، می استادند، چی میگفتند؟ اللهم ارزقنا ابلا و بقرا و غنما، خدایا شتر بده، گاو بده، گوسفند بده، عبیدن، برده غلام بده، اماء کنیز بده. همش اینا رو میخواستند. شتر میخواستند، خونه خوب میخواستند، زن میخواستند. و ما كانوا یطلبون التوبه والمغفره، توبه و مغفرت نمیخواستند، هیچ توبه و مغفرتی نمیخواستن. این را تفسیر کبیر نوشته، چون مغفرت اعتقادی نداشتن به قیامت. قرطبی میگه و كانوا يسألون الابل والغنم والظفر بالعدو، سوال میکردند شتر، گوسفند و اینکه در مقابل دشمن پیروز بشند. ولا يطلبون الاخره، آخرت نمیخواستند. و كانوا بله یقولو ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در دنیا هر چی مطالبه است مطالبه دنیا. و ما له فی الاخرة من خلاق، برای اون در آخرت هیچ سهمی نبود. اما ببینید تفاوت دعای اهل ایمان را، دعای مؤمن را. سبحان الله، مؤمن دوراندیشه، هم برای این دنیاش دعا میکنه، هم برای اون دنیاش. و منهم من یقولو، اینجا ما میخوانیم که مشرکین چی میکردند؟ دعا میکردند. خب الحمدلله مسلمانان این زمان با مشرکین فرق دارند. مسلمانان این زمان اعتقاد به آخرت دارند، ولی دعاهایشون را، هر یکی دعای خودش را نگاه بکند. الحمدلله بعضی هم غم آخرت دارند، اما وقتی نگاه میکنیم در دعا، گاهی که سفارش میکنم برای دعا، کمتر هست اون سفارشاتی که بگویند به جناب شیخ الاسلام، به بقیه، که شما دعا کنید که خدا آخرت ما را درست کند، خدا سکرات موت را آسان کند، خدا از عذاب قبر نجات بده، خدا به بهشت ببرد، خدا از ما راضی باد، خدا توفیق نماز بده. کمتر این تقاضا هست. یکی دعا تقاضا میکنه، میگه دعا کنید که خدای عزوجل طلب و وام من را تمام بکنه. یکی دیگه میگه دعا کنید خدا در تجارت من رونق بده. یکی میگه دعا کنید که این مریضی گوسفندان را خدا برداره. یعنی بیشتر
در این زمینه ها هست، در زمینه رونق تجارت، در زمینه کسب و کار، در زمینه رزق حلال. خوبه اینا هم، ولی اینا در صورت خوبه که همراه با دعاهای اخروی باشد. یکی هست همیشه شوخی میگه که مولوی صاحب دعا کن که خدا پول بده. من میگم که اول ایمان از خدا بخواه. میگه نه، پول که بیاد ایمان میاد. نه، پول که بیاد ایمان چطور میاد؟ گاهی پول و ایمان با هم دیگه وقتی که آدم ظرفیتش کم باشه با هم در تضاد هستن. ایمان که بیاد الله عزوجل دنیا هم میده، پول هم میده. لذا الله عزوجل اینجا دعای مؤمن را ذکر میکند، برای من و شما باید الگویی باشد. و منهم من یقول ربنا، بعضی از آنها هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. بار الها به ما بده، هم در دنیا حسنه بده، هم در آخرت حسنه بده. در دنیا هم حسنه، حسنتین را میخواهند. حسنه یعنی خوبی دنیا و آخرت را. خوبی دنیا چیه؟ گرچه بعضی میگن خوبی دنیا توفیقه، مثلا توفیق داشته باشی نمازت را با جماعت بخوانی، این حسنه است. توفیق داشته باشی نماز تهجد بخوانی، این حسنه است. توفیق داشته باشی دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیری، این حسنه است. این هم حسنه است، ولی اینقدر مبالغه خوب نیست. در دنیا هم از الله نعمت بخواهد، اشکالی ندارد. والذی علیه اکثر اهل العلم، قرطبی گفته اکثر اهل علم بر این پندارند و بر این عقیدند ان المراد بالحسنتین نعم الدنیا والآخره. مراد از حسنتین هم نعمت دنیا است و هم نعمت آخرت، و هذا هو الصحیح. قرطبی قول صحیح هم همینه. پس هم در دنیا نعمت میخواد، هم در آخرت. در دنیا هم رزق حلال میخواد، در آخرت هم بهشت میخواد. این جلب منفعت، بعدا دفع مضرت میاد. لذا بعضی ها هستن که میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بار الها به ما بده در دنیا هم نیکی، حسنه خوبی، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم حسنه بده. در هر دو دنیا میگه خدایا هر دو دنیا هم را آباد بگردان. و قنا عذاب النار، و بار الها ما را حفاظت بفرما از عذاب آتش، از عذاب آتش و جهنم. الله می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا. این ثمره دعا، نتیجه دعا. این افراد برایشان نصیبی هست، فی الدار می نویسید، سهمی هست از آنچه که کسب کردند، یعنی به سبب عمل کردشان. والله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده هست، یعنی زود حساب میگیره، به اینها سهم خوبی میده. خلاصه الله میفرماید وقتی که اونجا در میدان منا هستی، از الله را هم خوب یاد کن، از الله دین و دنیا بخواه، تنها یک چیز نه. و بعد در منا آدم تا 3 روز میمانه، 10م، 11م، 12م، این 3 روز لازم و واجبه. اگر کسی خواست 13م هم بماند، روز 4م هم بماند، اشکالی نداره، بهتره برش. لذا الله می فرماید و ذکر الله فی ایام معدودات، الله را یاد کنید در ایام معدودات، یعنی ایام تشریق. فمن تعجل فی یومین، کسی عجله کرد در 2 روز، یعنی غیر از 10م، 11م و 12م فقط، فلا اثم علیه، بر او گناهی نیست. اما و من تأخر، از هر کسی تأخیر کرد، یعنی 3مین روز هم ماند، ایام تشریق، 3مین تشریق، و منظور 13م، فلا اسم علیه لمن اتقا، برای کسی که تقوا را پیشه بگیره. و اتقوا الله، باز هم تقوا. ملاحظه دارید که بعد از احکام هم اتقوا الله، بعد از عبادات هم اتقوا الله. واقعا تقوا اگر باشه، انسان هم احکام را خوب انجام میده، هم عبادت خوب انجام میده، هم امور دنیویه و امور انتظامیه را هم به نحو احسن انجام میده، حقوق را هم انجام میده.
هر جا تقوا. این قابل تأمل است. بعد از هر دستور تقوا، بعد از هر حکمی تقوا و بعد نسخه تقوا را هم الله بیان میفرماید. میدونی میخوای با تقوا بشی چه کار بکن؟ واعلم، بدون همین که در دلت باشه که انکم الیه تحشرون، شما به سوی خدا حشر میشوید. شما به سوی خدا جمع میشوید در روز قیامت. انسان که بدونه من اونجا من هم جمع میکنند به محضر خدا میبرند، حتما فکری بر میدارد، همین تصور و همین عقیده تقوا میاره. لذا الله میفرماید واتقوا الله، از الله بترسید، پروا داشته باشید. واعلموا انکم الیه تحشرون، یقین داشته باشید، بدانی شما به سوی الله حشر میشوید، جمع میشوید در روز قیامت. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا. الله عز وجل اینجا دو تا نمونه ذکر میفرماید. ربط این آیات را گرچه این دو تا آیه پشت سر هم درباره دو نفر هستند، ولی این دو نفر نوعی هستند. دو نمونه از طالبان دنیا و طالبان دین. یکی اون بود که میگفت ربنا آتنا فی الدنیا، فقط تو دنیا میخواد، هم غمش دنیاست، فکر و ذکرش دنیاست، مادیات، زرق و برق. این همون منافق است، چون اعتقاد به آخرت نداره. لذا یکی از منافقین را الله اشاره میکنه. و یکی دیگه نه، هم مغمش آخرته، تو دنیا هم میخواد، آخرت هم میخواد. پس اون کسی که دنیا برش مهمه، اینقدر مهمه که آخرتش را به باد میده، دنیاش را میخواد داشته باشه. اون اولا ذکرش میاد و من الناس من یعجبک. اونی که دومی هست و من الناس من یشری، اون کسی هست که آخرتش را خریداری میکنه، دنیاش را اصلا به باد میده. برای اون آخرت زیاد مهم است، اون بعدا ذکرش میاد. و من الناس من یعجبک، درباره شأن نزولش این نوشتن که یکی از منافقین بود، بسیار چرب زبان، بسیار سوگند میخورد و قسم میخورد، بلبل زبان، حراف، شیرین زبان، فصیح و بلیغ صحبت میکرد. اسمش بود اخنس ابن شریق. این اخنس ابن شریق وقتی که می آمد خدمت رسول الله، چنان شیاد بود، چنان شیرین زبان بود که آن حضرت علم غیب نداشت. آن حضرت می گفت اینجا نزدیک من بیا، نزدیک خود می نشاند و چه بله قربانی در محضر آن حضرت می گفت، چقدر چاپلوسی می کرد. و وقتی که از محضر پیغمبر بلند می شد فساد می کرد، درگیر می شد. عرض کنم که مسلمانان را با هم درگیر می کرد، سعی می کرد که زراعت، یک جا زراعتی را خراب می کرد، یک جا حیوانی را می زد، از بین می برد. خلاصه کارش پشت سر تمام فساد بود، ظاهرش بسیار زیبا بود. لذا الله عز وجل می فرماید که و من الناس من یعجبک، بعضی از مردم هستن که یعجبک قوله، شما را خوش میاد از قولش در زندگی دنیا، یعنی از زبانش، از سخنش، از سرب زبانیش در اعجاب میاندازه، یعنی شما میپسندید، مورد پسند شما میشه. تفسیر کبیر نوشته درباره همین بدبخت اخنس ابن شریق، انه کان بعد الانصراف من حضرت النبی، بعد از اینکه از حضور رسول الله بلند میشد و میرفت، یشتغل به ادخال الشبه فی قلوب المسلمین، هی سعی میکرد مسلمانان را نسبت به دین در اشتباه واقع بکنه، هی سوالات و شکوک و شبهات در دل میانداخت و به استخراج الحیل فی تقویت الکفر، کفر انواع حیله ها و انواع حرف ها می آورد که کفر را تقویت بکنه. لذا الله می فرماید یعجبک قوله، قولش مورد پسند شما میاد، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و یشهد الله علی ما فی قلبه،
و خدا را گواه میگیرد بر آنچه که در قلبش هست. از بر چی گواه میگیره؟ من الاخلاص، یعنی در قلب من اخلاص هست، دین هست، ایمان هست. در حالی که الله میفرماید و هو الد الخصام، این مرض اولش، درونش پر از بغض و مرض است. الد الخصام یعنی شدیدترین خصم و دشمن است، خیلی دشمنی شما را در دل دارد، خیلی با شما مشکل و کینه دارد. این مرض اول بود که چقدر تهدیلی دارد، چقدر کینه به دل است. و مرض دوم وقتی از محضر شما بلند میشه، و اذا تولا سعى فی الارض، وقتی که پشت میدهد یعنی بلند میشه، سعى فی الارض، سعی میکند در زمین، لیفسد فیها، تا که در زمین فساد بکند. سعی میکنه فساد، به جان هم انداختن، اختلاف ایجاد کردن، سخنجینی کردن. و یهلک الحرث و النسل، و کشتزار را هلاک میکند و نسل را، نسل حیوانات مراد است. بعضی گفتن رفت یه جای خرمنی اون آتش زد، یه جای دیگه رفت الاغی را از بین برد، حیف، کارش فساده. بعضی مردم لذت میبرند از فساد، از کار خرابی، لذا بعد میخندن با خودشون که چه کار کردیم، شیشه ماشین بنده خدا رو چطور شکستیم، چقدر لذت میبری از فساد. لذا اینها، این صفت منافقین است. و یهلک الحرث و النسل. الله عزوجل میفرماد والله لا يحب الفساد، خدا فساد را دوست ندارد، لذا این مفسدین را هم دوست ندارد. و این انسان اینقدر غرور داشت که بعضی متوجه میشدن میگفتن از خدا بترس، نکن این کار را. همین که کسی بهش میگفت از خدا بترس، خیلی بدش میآمد، غرور و نخوه او را بگرفت. الله میفرماید و اذا قیل له اتق الله، هرگاه به او گفته میشد از خدا بترس، از خدا پروا داشته باش، اخذته العزة بالاثم، او را عزت میگرفت. عزت در واقع چی هست؟ غرور، تکبر. العزة فی الاصل خلاف الذل، خلاف ذلت است، اما ارید به الانف والحمیة مجازا. مجازا اینجا به معنی غرور و تکبر است. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله می فرماید این انسان را جهنم کافی است، ولبئس المهاد، فراش بسیار بدی هست. یعنی جهنم فراش و رختخواب بسیار بدی هست، جای استراحت بدی هست، این جایش تو جهنم هست. لذا این اون انسانی که فقط به فکر دنیاست، اعتقادی به آخرت نداره. تو این دنیا خطری متوجهش نشه، پیش پیغمبر میاد چرب زبانی میکنه، سوگند دروغین میخوره. اما نمونه دوم، اون انسانی که دنیایش را به باد میده، میخواد دینش را حفظ کنه. و من الناس من یشری، سبحان الله، بعضی از مردم هستن که خودش را میخرد. یشری نفسه، نفس خودش را میخرد به خاطر دین، یا اینکه خودش را میفروشد، یعنی به خدا میفروشد. معنیش اینه. بعضی یشری را به معنی شرا کردن، بعضی یشری به معنی یبیعو کردن. این آیات اشاره دارد به یکی از اصحاب مخلص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت صهیب رومی. وقتی که مسلمانان هجرت کردند به مدینه منوره رفتند، صهیب هم دنبال هجرت بود، امروز و فردا. بالاخره هجرت کرد، داشت میرفت. بعضی از مشرکین متوجه شدند که صهیب رفت، تعقیبش کردن، دنبالش کردن، آخر یه جای گیرش آوردن. صهیب وقتی که متوجه شد فوراً سنگر گرفت، مشرکین هم سنگر گرفتند. صهیب مشرکین را خطاب کرد، گفت ای ملت قریش، ای مشرکین مکه، شما میدونید که من چقدر تیرانداز هستم. تک تیرانداز بود، اصلا تیرش خطا نمیرفت. وقتی که کمان را به دست میگرفت و تیر میزد مستقیم به هدف میخورد.
خیلی معروف بود حضرت صهیب. گفت شما میدونید که یک تیرم هم خطا نمیره. سوگند به خدا اگر قراره بجنگیم همه این تیرها را از به اصطلاح میان و تیردان کشید، همه اینها را میزنم به طرف شما تا که یک تیر در با من باشد با شما میجنگم. وقتی که تیرهایم تمام شد شمشیر را بگیرم و تا آخرین نفسی که دارم میجنگم، ولی شما را باید بکشم. ولی اگر میخواید یه معامله هم آماده هم با شما بکنم. گفتن چی معامله ای؟ گفتن چه کار دارید به من؟ من میخوام برم دینم را حفاظت بکنم، پیش پیغمبر خدا میرم، پیش دوستم میرم، برای شما چه ضرری دارد؟ من در عوض شما راه من باز کنید، با من کار داشته نباشید، آدرس تمام مالهایم که در مکه مخفی کردم و هر چی سرمایه دارم آدرس اونها را میدم، همه مال شما، همه را به شما میبخشم و رایم را رها کنید، بذارید من هجرت میکنم. اونا خیلی خوش شدن، اونا هم که ربنا آتنا فی الدنیا فقط. گفتن خوبه پس بگو آدرس داد، فلان جا اینقدر سرمایه دارم، فلان جا این چیز مال منه، اون مال منه، برید مال شما. لذا همه اونها از اونجا برگشتند. صهیب رضی الله تعالی عنه مالش را به باد داد، خودش رفت به مکه مکرمه، به مدینه طیبه. اونجا رفت و برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف کرد. رسول الله چند بار تکرار کرد که صهیب خیلی سود بردی، خیلی معامله خوبی کردی، سود زیادی بردی. لذا این هست کسی که به فکر دین هست و دنیا برایش مهم نیست. لذا این نمونه دوم هست و این در راستای جهاد است. لذا بحث انفاق بود و خرج کردن مال بود در راه جهاد. الله می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستن که میخرن نفس خودشون را، بقیه هرچی مال دارن میفروشن میدهند برای طلب رضای الله که الله راضی باد حکم هجرت اجرا بشه. والله رؤوف بالعباد. خداوند نسبت به چنین بندگانی بسیار مهربان است، بر اینها لطف می کند. خوشا به حال صهیب و امثال صهیب که الله در حق اونها می فرماید نسبت به این بندگان من خیلی رافت و مهربانم. خدا میدونه خدا بهشون چه پاداشی میده. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بعد از این نمونه ها الله عزوجل ترغیب میده به سوی جهاد. ای مؤمنان داخل بشید در اسلام، کامل داخل بشید، به صورت کمال داخل بشید، 100% مسلمان بشید. نه اینکه در بعضی مسائل آیات و احکام را قبول کنید، در بعضی مسائل عمل نکنید. نه، مسلمان که هستی همونطور که نماز برات لازمه جهاد هم لازمه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. و شما پیروی نکنید از گامهای شیطان، از قدمهای شیطان، از آثار شیطانی که شیطان سعی میکنه بین شما تشتت و تفرق و شک و شبهه ایجاد کنه. انه لکم عدو مبین. همانا اون شیطان دشمن آشکار شماست. ای بین العداوه. عداوت دشمنیش آشکار است، ظاهر است. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات. الله عزوجل می فرماید اگر شما لغزیدید، زلت لغزیدن قبلا خواندید، بعد از اینکه بینات آمد اشتباهی کردید، فاعلموا ان الله عزیز حکیم. بدانی خداوند غالب است و در کارهاش حکمت است. الله عزوجل بر اساس اون حکمتی که در کارهای الهی است فوراً مؤاخذه نمیکنه، ولی شما باید برگردید به سوی خدا. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. حال اینها منتظر چی هستند؟ بعضی میگه آیت درباره یهود هست.
الله میفرماید اینا منتظر نیستن مگر اینکه خدا بیاید پیش اونها. یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، در سایه از ابرها. عنایت داشته باشید که اینکه خدا بیاید در سایه ابرها، بعضی میگن این از متشابهات است. خدا بهتر مرادش را میداند. هدف آیه چیه؟ مقصد آیه چیه؟ الله اعلم بمراده. اما بعضی میگویند که روایتی هست که وقتی که انسانها در میدان محشر هستند، الله عزوجل از طرف عرش به طرف کرسی میاد، از طرف عرش به طرف کرسی میاد و بالا سایه بزرگی از ابر هست و اطراف احاطه فرشتگان و ملائکه هست. همه ملائکه با یک عظمتی، با یک هیبتی. همین قد تو حدیث آمده. الله اعلم که مرادش چیه. پس میفرماید که اینا منتظر اون روز حساب هستند، اون وقت میخوان ایمان بیارند. بعضی میگن که این آیه چون درباره بعضی از یهود و بنی اسرائیل هست، بر اساس عقیده اونها سخن گفته شده. یهودی ها معتقدند که خدای عزوجل هر وقت که در طور می آمد با موسی هم کلام می شد، بالا سایه از ابر بود. بالاخره اینا منتظر نیستن مگر اینکه بیاید الله عزوجل فی ظلل من الغمام، در سایه از ابرها، و الملائکه و ملائکه بیاد و قضی الامر، امر فیصله بشه، یعنی هلاکت اینها تمام بشه. اون وقت ایمان میارم. یا بهتر اینه که ما هم بر همون مذهب سلف و تفویض اینه به خدا بسپاریم، بگیم الله بهتر میدونن مرادش چیه. اون چه که در آیات قرآن و در احادیث صحیحه در این رابطه آمده، ما به اونها ایمان داریم، باور داریم، قبول داریم. کیفیتش را نمیدونیم. بیشتر در این وارد شدن و بحث کردن بیشتر از آنچه که در آیه و حدیث آمده جایز و درست نیست. و الی الله ترجع الامور، همه امور به سوی خدای عزوجل برمیگردن، برگردانده میشه به سوی الله همه امور. و یکی از اون امور که الله فیصله کرده اینه که اینها را، این دشمنان را، یهودی ها را، اینها را الله هلاک میفرماید. صدق الله مولانا.